سالها پیش از این که مردم عاد به سبب گناهان خود از بین بروند، مردم ثمود در همان منطقه آباد ساکن شده بودند و به جای آنکه نعمتهای خداوند را شکرگزار باشند و خدای یگانه را پرستش نمایند، به خوشگذرانی، ظلم و ستم و بتپرستی پرداختند. دستیم را بده بده. چه میکنی جمال؟ پر بگیرش. میوه های تازه داره، بخرید میوه های مرغوب. به من فقیر کمک کنید، 2 روز از چیزی بیا بخور. خدا این باز سر کلش پیدا شد. برو ببینم. چند بار به تو گفتم اینجا نیاد. توی فقیر بیچاره رو چه به بازی با اشراف و بزرگان. برو پی کارت. پسرم گریه نکن، خدای بزرگ با تو و همراه توست. از خدا طلب آمرزش کنید و از گناهانتان توبه نمایید، به سوی خدای یگانه برگردید و فقط از او کمک بخواهید. خداوند به هر کس که او را بخواند نزدیک است، او بخشنده و مهربان است. صالح دست از این کارها بردار. تو به کار ما چی کار داری؟ ای صالح، ما تو را مردی روشنفکر و صاحب عقل می‌دانستیم، ولی می‌بینیم که به هذیانگویی افتادی و کارهای بیهوده انجام می‌دهی. ای صالح، به راستی ما را از عبادت خدایانی که پدرانمان می‌پرستیدند منع می‌کنی؟ ما به تو اعتماد نداریم. ما از خدایانمان به خاطر زندگی خوبمان راضی هستیم. تو به کار خودت برس. بدانید که من از دعوتم نفعی برای خود در نظر نگرفتم. ریاست نمیخواهم و مزدی نیز از شما طلب نمی کنم. پاداش من به عهده پروردگار جهانیان است. خدایان از شما راضی هستند. هدایایتان را در گوشه‌ای بگذارید و به دنبال کارهای خود بروید. من با بزرگان قوم ثمود گفتگو کردم. همه آنان از کارهای صالح ناراحتند. چه کنیم که عده‌ای از مردم دورو را گرفتند و قبولش دارند؟ مردم؟ کدام مردم؟ عده‌ای فقیر و بی سر و پا را مردم خطاب می کنی؟ به هر حال او در بین همین قوم طرفدارانی پیدا کرده است. تعداد مردم فقیرم که از او حمایت می کنند کم نیستند. باید هرچه زودتر کاری کرد.
آری و اگر همینطور پیش برود دیگر زورمان به او نمیرسد. باید فکری کرد. فهمیدم. از او معجزه‌ای میخوایی. معجزه؟ آری معجزه. کاری که انسانهای معمولی از عهده‌اش بر نمی آیند و فقط کار پیامبران است. حرف ما را شنیدی. ما از تو یک معجزه می‌خواهیم، کاری که هیچ یک از ما نتوانیم آن را انجام دهیم. خدای یگانه که پروردگار جهانیان است بر هر کاری قادر و توان است. هر آنچه او بخواهد می شود و اگر اراده کند قدرتش را نشانتان خواهد داد. خدایا، این قوم معجزات را می‌خواهند. آنچه صلاح می‌دانی همان کن. آنچه صلاح می‌دانی همان کن. آنچه صلاح می‌دانی همان کن. ای پروردگار عالمیان. شطور را در گل صخره‌ها ببینید. شطور از کجا پیدایت شد؟ نمی‌شود. از میان صخره‌ها این همان معجزه است که می‌خواستید آن را از نزدیک ببینید. حال از این پس این شتر در آب این برکه و چرای در دشت با حیوانات شما شریک خواهد بود. یعنی این شتر در یک روز آب همه این برکه را میتواند بخورد؟ آری، و آن روز آب برکه به او اختصاص دارد. ولی صالح، اینطوری که ما از زندگیمان میافتیم. این امر پروردگار است و اگر از آن اطاعت نکنید دچار عذاب الهی میشوید. شما خود میخواستید که معجزه خدا را ببینید، پس باید حرمت آن را نیز نگه دارید. عجب درد سری برای خودمان درست کردیم. این چه شطوری است که آب برکه را یک روزه میخورد؟ خودمان اینطور خواستیم، پس چاره‌ای نداریم.
به هر حال این کاری است که به همسران آینده خود قول داده اید و باید انجام دهید. آری، من قول دادم و به انجامش خواهم رساند. آری، با هم انجامش میدهیم و از این دردسر راحت میشویم. آفرین آفرین. من قدرت شما را دیدم و مطمئنم که از پسش برمی آیید. حال بخورید و بنوشید و خوش باشید. آنجاست. نباید بگذاریم فرار کند. حالا نوبت تو. تمام شد. باید زودتر فرار کنیم و برویم. زود باش. برویم. با این کار جنایتی آشکار کردید. من شما را از آزار و اذیت این حیوان برحذر داشتم، ولی شما دست خود را به خون او آلوده کردید و از خدایتان بیم نداشتید. از این روز تا 3 روز دیگر در خانه هایتان زنده هستید و پس از آن عذاب خداوند می آید و شما کیفر این نافرمانی را در حدی خارج از تصورتان خواهید دید. این وعده خداست. عذاب خدا؟ از کدام این عذاب سخن میگویید؟ صالح، تو با این سخنانت دیگر ما را خسته کرده ای. بس کن. برویم پی کارمان. گزاف میگوید دیگر اینجا ماندن فایده ای ندارد. برویم. خیلی خوب، حالا که از دست شتر صالح راحت شدیم باید کار را تمام کنیم. آری، کار را باید یک سره کرد و از دست صالح و کارهایش راحت شد. کشتن صالح؟ چه میگویید؟ این دیگر خیلی خطرناک است. چه خطری؟ حساب طرفدارانش را کردید؟ آنها او را تنها نمیگذارند. مگر برای کشته شدن شتر چه کردند؟ آنها یک مش مردم ناتوانند. پس نزدیکتر بیایید تا نقشه کشتن صالح را برایتان بگویم. قوم ثمود که از جانب پروردگار بزرگ 3 روز مهلت پیدا کردند تا توبه کنند و از گناهی که مرتکب شدند بازگردند. نه تنها بیدار نشدند بلکه توطئه کردند تا پیامبر خدا را بکشند.
ولی خداوند به آنان فرصت این کار را نداد و آنها در خانه هایشان همگی به هلاکت رسیدند و جسدهای بیجانشان باقی ماند تا عبرت آیندگان قرار گیرد. به راستی که خدا قادر مطلق است و بر همه چیز تواناست. ای قوم، من رسالت خود را انجام داده، به شما پند دادم و قدرت خداوند عالم را نیز نشان دادم، ولی گوش ندادید. راستی که خدا قادر مطلق است